البته دونستن این که در خون من ممکن است پاسخ‌های به این معما وجود داشته باشد بسیار شگفت‌آور می‌باشد. تیفانی پینکنی اهدا کننده پلازما قبلا به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و شفا یافت. پینکنی یکی از اولین بیماران سابق در نیویورک است که به اهدای پلازمای خونش اقدام کرده تا از آن در درمان آزمایشی بیماران دیگر استفاده شود. این بسیار ساده است. افرادی که شفا می‌یابند در خونشان پادتن‌های دارند که ویروس را کشتند و اگر آنها پلازما اهدا کنند، پلازما بخشی مایع خون است، نه سلول‌های سرخ رنگ و مانند آن. این پلازما پادتن‌های دارد و شما پلازما را می‌توانید برای درمان عفونت یا جلوگیری از آن به فرد دیگر انتقال بدهید. انتقال پادتنها از بیمارانی که شفا یافته و هنوز حالت ضعف و ناتوانی دارند به افراد دیگر در اندام شخص گیرنده مسئولیت پسیو را ایجاد می کند و مبارزه علیه عفونت یا ویروس را آسانتر می سازد. این یک روش نو و هنوز اثبات نشده مبارزه با ویروس کرونا است، اما در علم طب پدیده تازه نیست. از این روش برای درمان قربانیان بیماری همگیری زکام در سال 1918 و حتی پیشتر از آن علیه دیفتریا، بیماری که منشأش باکتری است، استفاده شده بود. ظاهراً در زمان پهن زکام خوکی، اپیدمیاهای H1N1 در سالهای 2008-2009 اثری مثبت داشته است. اما پژوهشگران تأکید می‌کنند که هنوز چیزهای زیاد برای آموختن درباره ویروس کرونا و شیوه‌های مبارزه مؤثر با آن وجود دارد. ویروس کرونا بیماری نو است. بنابراین ما باید یاد بگیریم که چگونه از آن استفاده کنیم. من فکر میکنم که ما در اندیشه و عمل خود باید جدی باشیم و این روش را با آزمایش‌های بالینی مناسب مرتب امتحان کنیم. در بیمارستان کوه سینا در نیویورک 35 بیمار در چارچوب آزمایش‌های بالینی از اهدا کنندگان پلازما دریافت کردند. ما با دقت و احتیاط تمام فرایند بیماری و داده‌ها و اطلاعات دیگر را ردیابی و رصد می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم بعد از حدود 2 هفته یافته‌های اولیه خود را با شما و جهانیان در میان گذاریم. مثلا اینکه آیا پلازما ها می توانند دوباره پهن شوند، چه مدت مسئول و امین باقی خواهند ماند، چه مدت مسئولیت آنها در سطح پایین یا در سطح بالا باقی میماند. اینها موردهایی است که قصد داریم به آن پردازیم، به ویژه اینکه جامعه ها را دوباره باز خواهیم کرد. تحقیقات مانند در اروپا و چین هم در حال انجام شدن است و پزشکان میگویند آزمایش‌های اول حاکی از بهبود یافتن نشانه‌های بیماران است. اگر به نظر برسد که انتقال پلازما علیه بیماری کووید 19 امین و مؤثر است، باز هم استفاده از این درمان در مقیاس وسیع یک نوع چالش خواهد بود. دیانا برنت، یکی دیگر از بیماران شفا یافته، به منظور جلب اهدا کنندگان بالقوه در ایالات متحده شبکه را راه اندازی کرده است. ما فهرستی داریم که همه آزمایش‌های انجام شده در سراسر کشور را گردآوری می‌کنیم و در دسترس عموم قرار می‌دهیم. دانشمندان انتظار دارند که تحقیقات در مورد انتقال پلازما همزمان و برابر با فعالیت‌های علمی برای تولید داروها و واکسین‌های نو پیش برود. با گذشت زمان، مسئولیت انفعالی شاید به ابزار دیگر برای مبارزه جهانی علیه عفونت و بیماری‌های همه‌گیر تبدیل شود.